خانمایی که بدون حجاب میان اینجا رأی میدن، اون وقت با یک لبخند مصنوعی از سفارت، از این خونه جنایت در میان. اینها باید بدونن برای ما فرقی نمیکنه. شما کسانی هستین که دارین به خودتون خیانت میکنین، دارین حق خودتون رو ضایع میکنین، دارین خودتون رو نادیده میگیرین. متاسفم براتون. تا کی نادیده گرفتن خودتون؟ شما نمیخواین حداقل یک لحظه فکر کنین در مورد حقوق ضایع شدهتون تو ایران؟ حکومتی که حاضر نیست حتی اجازه بده شما پوششتون رو انتخاب کنید، اون وقت به شما حق رأی میده؟ مگه تو ایران مردان حقی دارن که شما حق داشته باشین؟ مگه انسان میتونه بره از بین میوه های گندیده میوه سالم در بیاره؟ این حکومت این آدمی که الان خودشو مثل اومده کاندید نشون میده، این آدم 5000 نفر اینا کشتن، اینا از زن حامله نگذاشتن، همه رو اعدام کردن. اون وقت تو اینجا میای بدون اینکه فکر کنی، میای رای میدی و میای داخل بیرون، بعد جست میگیری لبخند مصنوعی رو لبانت که فردا یه سر بری ایران. این حداقل چیزی که به شما دادن، چرا شما فکر نمی کنید یه ذره؟ حکومت ضد زن نابود باید گردد. حکومت ضد زن نابود باید گردد. حکومت اسلامی نابود باید گردد. حکومت اسلامی نابود باید گردد. جمهوری جنایت با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری جنایت با هر جناح و دسته نابود باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! این بگیری بلندگوشو کار میکنه.